کانال حقیقت چیست؟ امیدوارم که پر از شادی آرامش باشید. این کانال حقیقت چیست یک کانال تازه تأسیسه که یک سری سوالاتی که همه ما داشتیم و فکر کردیم به جواباش رسیدیم و جواب همونه راجبش توضیح میدیم با منابع. خیلی از سوالا ما داشتیم که جوابشو به خاطر اون مذهب، به خاطر اون محل زندگی، کشورمون، دینی که داشتیم، فرهنگی که داشتیم، فکر میکنیم این سوالا جوابش همونیه که ما میدونیم و به همون گفتن. اما وقتی تحصیلات پیدا میکنیم، دانشگاه میریم، به خصوص اگه در کشورهای اروپایی تحصیلاتی آکادمیک در حد دکترا، فوق لیسانس داشته باشیم، متوجه میشیم یه سری از این سوالهایی که جواباشو ما داریم، این جوابا 100% اشتباه، بعضیاش نصف و نصف اشتباهه، بعضیاش 20%، 30%. من سالیانه که تحقیق کردم و در این تحقیقات متوجه شدم که اگر حقیقت رو بفهمیم، حقیقت باعث آزادی و راحتی انسان میشه. و یه سری سوالات هستن که خودم پیدا کردم با کمک دوستان و مطالعه، اینا رو برای شما میگم. خیلیاش اولین باره میشنوید جوابو، خیلیاش هم که جوابشو دارید. ضد و نقیض و پارادوکس و شک زیاد پیش میاد. میتونید سوالاتتون رو در کامنت ها بنویسید، پیشنهاداتتون رو بنویسید، ما در خدمتتون هستیم. ما اینجا عقل کل نیستیم. اون چیزی که تا حالا برداشت کردیم اونها رو براتون توضیح میدیم. قسمت اول این برنامه در مورد خلقت جهان هست. دنیا کی به وجود اومد؟ چجوری به وجود اومد؟ علم چی میگه؟ نظر مذاهب چیه؟ و حقیقت چیست؟ انسان کی به وجود اومد؟ رابطه خدا و انسان، آیا شیطان وجود داره نداره؟ راجع به همه اینا امروز به صورت خلاصه توضیح میدیم. سعی میکنیم هر سری 4-5 تا سوال رو توضیح بدیم به صورت کلی و موجز. خب، قسمت اول بحث ما در مورد خلقت جهان هست. پیدایش جهان کی بوده؟ چگونه بوده؟ یه نظریه علمی هست به اسم بیگ بنگ یا مهبانگ که بعضی از دانشمندا بهش باور دارن و میگن دنیا در اثر یک انفجار بزرگ درست شد و هر چیزی سر جای خودش قرار گرفت و یه نظم کاملی به وجود اومد و بعد از اون حیوانات و یه سری چیزا در جهان، حتی انسان، در اثر تکامل به سبک امروزی رسیده. و اگه بخوایم اینو واقعا بررسی کنیم، اسمش نظریه است. نظریه یعنی چیزی که هنوز ثابت نشده و یه سری طرفدار داره. اما در تحقیقاتی که صورت گرفته، به خصوص در کتاب تورات، ما میتونیم اینو به وضوح بخونیم که خلقت زمین به صورت اتفاقی نبوده، یه حکمت عظیم و عجیبی پشتش بوده و این حکمت به ما نشون میده که یه نیروی ما فوق تصور انسان، حالا بعضیا بهش میگن انرژی، بعضیا میگن خدا، بعضیا میگن هوش برتر، که حالا ما بهش میگیم خدا، این جهان رو خلق کرد. قبل از اینکه توضیح بدیم در مورد جهان مادی یا کهکشان‌ها و کره زمین، ما به این قسمت میرسیم. شنیدید حتما میگن آسمان 7 طبقه داره، ولی در اصل کل هستی، کل جهان دیدنی و نادیدنی تو 3 طبقه یا 3 بعد خلاصه میشه. بعد اول ما بهش میگیم آسمان اول، بعد دوم آسمان دوم، بعد سوم آسمان سوم. بعد اول از پایین شروع میکنیم. طبقه اول دنیای مادی و دنیای فیزیکیه، چیزی که قابل لمس، دیدن، بو کردن، وزن کردن، اندازه گیری کردن. دنیای ماده مثل کره زمین، مثل کره مریخ، مثل هوا، مثل خیلی خیلی چیزهای دیگه که میتونیم ببینیم و امتحان کنیم، تجربه کنیم، آزمایش کنیم، وزن کنیم و بسنجیم. به این میگن بعد فیزیک. یه بعدی از این بالاتر هست، بهش میگن آسمان دوم. در آسمان دوم موجوداتی وجود دارن که قابل دیدن با چشم ما نیستن ولی وجود دارن. به این میگن آسمان دوم. در مورد این آسمان بعداً توضیح میدیم. آسمان سوم یا بالاترین مرتبه جایی هست که بهش میگن آسمان خداوند، یعنی جایی که همون هوش برتر، اون انرژی مافوق، اون منبع هستی اونجا ساکنه. نه اینکه اون مثل ما جا داره که بخواد جای ساکن باشه، اما اونجا محدوده اونه و در اونجا خداوند قرار داره و بهش میگن آسمان سوم. قبل از اینکه آسمان اول خلق بشه، یعنی دنیای مادی، آسمان سوم بوده، یعنی خداوند یه روزی بوده و اون ما نمیدونیم کی بوده، چون خداوند در بعد زمان و مکان نیست که بگیم چند میلیارد سال بوده. اما از نظر انسانی زبونی و به خاطر اینکه بتونیم تفهیم کنیم میگیم بوده. خداوند
در بعدی هست به اسم آسمان سوم. در این آسمان سوم خداوند یه زمانی بوده که خودش بوده که باز ما نمیدونیم کی بوده. بعد از اون همین خداوند یه سری موجودات رو میآفرینه که تو مذاهب بهشون میگن فرشتگان، ارواح یا خادمین، پسران خدا، ملائکه، اسمای زیادی میگن. اینها موجوداتی هستن که وجود دارن اما در بعد فیزیک نیستن و از نوعی روح ساخته شدن. روح یعنی چیزی که مادی نیست ولی یه وقتایی هم میتونه به شکل ماده در بیاد، یعنی میشه تجلی کنه. یه زمانی خود خداوند بوده، بعد از مدت‌ها که ما نمیدونیم این فرشتگان رو آفرید و بعد از خیلی خیلی گذشت بحثی که بین خداوند و شیطان سر گرفت، بعد از اون آسمان سوم یا آسمان اول یا هم بعد زمین آفریده شد. من یه توضیح بدم در مورد خلقت شیطان. شیطان قبل از اینکه شیطان باشه یکی از فرشتگان خوب خداوند بود. دیدی یکی قبل از اینکه قاتل باشه میگن پسر مهندس بود، زن و بچه داشت، خیلی آدم خوبی بود، معتمد محل بود، ولی یه کار عجیبی کرد، یه تجاوزی، جنایتی کرد. پس این شخص از اول متجاوز نبوده، به خاطر بعضی مسائلی اتفاق افتاد. شیطان هم اسمش شیطان نبود. شیطان از کلمه ساتان یعنی دشمن یا کسی که دشمنی میکنه میاد، ولی قبلا اسمش لوسیفر یا یوسیفر بوده، یعنی زیبا، جذاب و پسندیده. حالا چون ما در مذهب اسلام بودیم فکر میکنیم که فرشتگان اتوماتیک یه کارهایی میکنن و هیچ اختیار آزادی ندارن. خیر، فرشتگان هم اختیار آزاد دارن و میتونن راه راست برن، راه کج برن. به ما گفته بودن که فرشتگان اتوماتیک خدا رو میپرستن. اگر فرشتگان اتوماتیک خدا رو میپرستن چطور شیطان سرکشی کرد؟ خب به این قسمت از بحث که رسیدیم متوجه میشیم که بین شیطان و خداوند درگیری پیش اومد قبل از اینکه هنوز عالم مادی آفریده بشه، قبل از اینکه اصلا بیگ بنگ به قول دوستان اتفاق بیفته. خداوند میلیاردها میلیارد فرشته داشت. یک سری از این فرشته ها رو بهشون میگن کروبین. کروبین یعنی نزدیکتر از نزدیک، یعنی کسی که واقعا نزدیک خداست. دیدی بعضی وقتا با یکی داری حرف میزنی نفسش میخوره تو صورتت، فیس تو فیس، به این حالت میگن کروبی. کروبی هم فرشتگانی بودن که مرتبه بسیار بالایی داشتن و در حضور خداوند رفت آمد میکردن. یکی از اینها همین لوسیفر یا یوسیفر بود و ایشون رئیس قسمت ارکستر یا رئیس اونایی هم که خداوند رو پرستش میکردن. میلیاردها فرشته زیر دست ایشون بود و ایشون مثل این رهبرای ارکستر دیدی دوتا چوب میگیره دستشون و کل گروه رو هدایت میکنه، یه همچین حالتی، ولی در بعد روح در آسمان سوم در حضور خداوند که بهش میگن عرش. و شیطان یا همون لوسیفر خیلی به خودش نازید و گفت من با یه نوک انگشتم یا نوک بالم یه تکون میدم، میلیاردها فرشته میگن خداوند پاک است، خداوند بزرگ است، خداوند زیباست. و این ریاست و لیدری گروه فرشتگان و پرستندگان خداوند غرور براش ایجاد کرد و این غرور باعث شد که بگه منم برای خودم خداییم. و اینا همه رو من به عنوان مثال و تمثیل میگم، چون ما انسانیم و باید از مثالهای انسانی استفاده کنیم. میگم تختش رو برداشت، جایگاهش رو آورد گذاشت بالاتر از خداوند و وقتی خداوند شیطان رو دید گفت چه میکنی؟ چرا تخت و فرشت رو آوردی بالا؟ گفت منم خداییم برای خودم. خداوند گفت من خالقم نه تو، من تو رو آفریدم، تو مخلوقی، تو اجازه نداری و چون چنین کردی باید از اینجا بری، چون گناه در حضور خداوند راه نداره. ذات خداوند گناه درش راه نداره، نزدیکش هم نمیره. گناهکار میتونه نزد خدا بره ولی گناه نمیتونه. این یه چیز اتوماتیکه. خداوند خیلی کارا نمیتونه بکنه. باورتون میشه یکی از کارهایی که خدا نمیتونه بکنه اینه که نمیتونه با گناه یه جا جمع بشه. پس به شیطان گفت معذرت بخواه، معذرت نخواست، گفت برو بیرون، من با گناه سازگار نیستم. و شیطان معذرت خواهی نکرد و با همون فرشتگانی که ایشون رئیسشون بود گفت بچه‌ها بیایید از اینجا بریم بیرون.
اینجا جا ما نیست. این فرشتگان از آسمان سوم یا همون موقع که هم یه دونه آسمان بود یا هم یه دونه بعد بود سقوط کردن و یه پله از محدوده خداوند پایین آمدن، بهش میگن آسمان دوم. میلیاردها سال ما نمیدونیم چقدر گذشت، خداوند انسان را آفرید، زمین و زمان و هستی قابل دیدن رو آفرید و موقعی که اینها آفریده شدن خداوند انسان آدم و حوا رو به عنوان بچه‌هاش پاره تنش آفرید و روی زمین قرار داد و موقعی که این عزیزان اونجا قرار داد شیطان یادش افتاد، گفت آها زورم به بابا نمیرسید ولی به بچه که میرسه. دیدی شما با یه شخصی مشکل داری و بسیار کینه داری، زورت بهش نمیرسه، منتظر میشی تا طرف ازدواج کنه بچه دار شه بعد بری ضربه رو به بچه ضعیف اون بزنی و شیطان سالیان منتظر موند و این اتفاق که افتاد در هستی و خداوند انسان را آفرید و انسان را شبیه خود آفرید باعث شد که شیطان بیاد و اون بلا رو و اون وسوسه بزرگ و سر آدم و حوا بیاره. پس آسمان سوم بود یه زمانی، شیطان و فرشتگان زیر دستش فریب خوردش سقوط کردن، شد گروه دوم، طبقه دوم، آسمان دوم و بعد خداوند آسمان یا بعد فیزیک رو آفرید که میشه آسمان اول. آسمان اول فیزیکیه، آسمان دوم جاییه که شیطان و ارواح یا همون فرشتگان شریر که حالا شدن دیوها یا بعضیا میگن اجنه یا نیروهای تاریکی اونجا هستن و آسمان سوم که تخت خداونده و محدوده خداست. پس یک بعد بوده، خدا بوده و فرشتگانش سقوط کردن، یه عدهشون با شیطان رفتن تو بعد پایینتر، یه طبقه پایین شد آسمان دوم و یه زمانی دنیای فیزیک آفریده شد و شد آسمان سوم، آسمان اول. آسمان اول شد آسمان اول، آسمان یا بعد فیزیکی که ما درش هستیم. تا اینجا من به صورت کلی دوستانه و به زبون خودمون توضیح دادم که جریان آفرینش چیه. حالا میرسیم به آفرینش همین بعد اول یا آسمان اول یا طبقه اول، همین زمین و زمان. به نظر شما میشه یه بشکن بزنید شما تو اتاقتون، تمام اتاقتون ریخته به همه، مثل بچه ها هست اتاقشون کلن همه چی در همه، جورابش توی یخچاله، لپتاپش زیر کموده، لیوان قهوهش نمیدونم رو تخته، هر یه چیزش یه جاست. بعد طرف یا تو خونه یا تو اتاق یه بشکن بزنه همه چی بره سر جا خودش. عقل ناقص انسانی اینو قبول نمیکنه. ولی عزیزان طرفداران بیگ بنگ میگن آره در اثر رانش و گرانش ماده و ضد ماده و اتفاقات شیمیایی و فلان در 14 میلیارد سال پیش، 13 میلیارد 800 میلیون سال پیش یه انفجاری شد و دنیا خلق شد. حالا سوال اینه، اصلا فرض میگیریم شما درست میگید، کی دکمه انفجار رو زد؟ کی اون بشکن اول رو زد؟ به خاطر همین فرضی است. و بعد از اون میگی خب انسان در اثر یه موجود تکسلولی بوده در دریا، بعد بزرگ شده یه جانور، ماهی شده، بعد مایه بالاهاش رو دست داد، بعد دست و پا در آورد، بعد شد میمون و شامپانزه و بعد شد انسان. در اثر تکامل ما به اینجا رسیدیم. خیر، در کتاب پیدایش، در کتاب تورات خیلی جالب توضیح میده، میگه همه چیزو همون اول خداوند کامل آفرید. یعنی انسان همین انسانی بود که بوده، همون اول هم همین جوری بود. ماهی ها همین جور بودن، ماهی ها دیگه فرگشتی نداشتن، تکاملی نبوده. همین ماهی که الان هست از رو فسیلایی که پیدا کردن همون موقع هم شکلی بودن و میتونید راجبش تحقیق کنید، میتونید ببینید و خیلی جوابا رو پیدا میکنید. این قسمت در مورد آفرینش یا پیدایش جهان بود که ما در از کلی توضیح دادیم. اگه سوالاتی دارید میتونید جز بنویسید، من اونا رو میتونم به صورت جدا جدا با ذکر منبع براتون توضیح بدم. در مورد خلقت آدم و حوا، خداوند یک بار یه موجود به اسم انسان آفرید که خیلی هم قدیمی نیست. بعضی هم میگن کمتر 50,000 ساله، بعضی هم میگن این انسان اشرف مخلوقات، این انسانی که عقلگراست، حدود 6,000 ساله. پس انسان غیر عقلگرا هم داریم؟ بله، ما فسیل هایی پیدا شده و دیدیم
مال 2 میلیون سال پیش. پس اونا کیان؟ فسیلشون دقیقاً شبیه انسانه، حدود 90 خورده درصد، 95% شبیه ما، از اسکلتشون، از حجم بدنشون، حالا کمی اندازه هاشون بزرگ و کوچیکه. پس اونا کیان؟ اگر انسان همین چند هزار سال پیش آفریده شده، اونا کیان؟ اونا شبه انسانن، بهشون میگن آندرتال ها و ناندرتال ها، شبیه ما بودن. شما بعضی از شامپانزه ها وجود دارن، اینا وقتی میمیرن اگه خاکشون کنی، بعد چند سال یه آدم بره اونجا استخوناشون رو ببینه، شما اصلا تشخیص نمیدید که این شامپانزه بوده، در صورتی که فکر میکنی انسان بوده. ولی انسان اشرف مخلوقاته، این یه اصطلاحی که بهش میگن، به خاطر اینکه عقل‌گراست. و این انسان عقل‌گرا زیاد قدیمی نیست. و خداوند اول آدم رو آفرید و بعد از اون از وجود آدم زن را آفرید، که به خاطر همین به زنها میگن نسا. نسا کلمه عربی نیست، نسا یعنی از انسان گرفته شده، از آدم گرفته شده. به خاطر همین ژنتیک زنها با ژنتیک مردا یکیه. اونا گوشت و پوست و خون دارن و انسانن، مردا هم گوشت و پوست و خون دارن، انسانن. غیر چیزهایی که در قسمت جنسیتشون هست، بقیهشون همونه. یعنی جفت آدم و حوا جفتشون زن و مردن. زن و مردها جزء انسان ها حساب نمیشن. نمیشه بگی زنه جزء حیوانات، مرد جزء انسان هاست، یا زن جزء انسان هاست و مرد جزء حیوانات. خیر، ذاتشون از نظر انسانی یکی هم. بهشون میگن انسان عقل‌گرا. ما انسان هایی که الان دارن زندگی میکنن، من، شما، ما از نسل آدم و حوا هستیم. امروز علم، شبه علم و خیلی چیزا باعث شده که مردم به بیراهه برن و تا یه چیز میگی بعضی از مذهب زده شدن، و چون طرف از مذهب زده شده، تا میگی تو تورات اینو گفته، تو اونجا گفته، سریع میگه ای بابا فلان مذاهب. ولی شما کار نداشته باش کی گفته، ببین چی گفته. یه دوستی حرف زیبایی میزد، میگفت هیتلر یه آدم کش بود، ولی ندیدم کسی مثل هیتلر به زیبایی مسواک بزنه. حالا چون هیتلر بود، من نباید مسواک زدن و ازشون یاد بگیرم؟ میدونی اکثر این داروهایی که شما مصرف میکنید، سازندهشون، کاشفشون، خالقشون، بعضی از این داروها که الان داره دنیا رو نجات میده، خالقشون خیلی آدم کش بودن. خالق بعضی از همین داروهایی که شما دارید مصرف میکنید، خالقش آدم خوبی نبوده. حالا چون آدم خوبی نیست، من نباید مصرف کنم؟ خیر، من کاری ندارم طرف کی بوده، محصولش چیه. امروز هم شما کار نداشته باش کی هست و ببین چی میگه. به خاطر همین میتونید تحقیق کنید و بررسی کنید. امروز در زمانهای آخر خیلی بحث پیش اومده، به خاطر اینکه مردم از خدا زده بشن و چون میخوان از خدا زده بشن، بهانه‌شو سر یه سری مذاهب خالی میکنن. اوه چون این مذهب اینجوریه پس خدا هم وضعیتش خرابه. اصلا اینجوری نیست. بحث خدا با مذاهب کلا فرق میکنه. خداوند یک هوش برتر، یک قدرت موافق و فوق برتره، بسیار پر از محبت، خلاق و خالق و هستی رو آفریده. گوشه کوچکی از این هستی کره زمینه که این کره زمین رو به عنوان هدیه، به عنوان فرمانروایی به نسل بشر داده، به بچه‌های آدم و حوا. این قسمت رو براتون توضیح دادم که یه شمه‌ای، یه نمایی از آفرینش انسان، از آفرینش موجودات غیر انسانی، غیر ارگانیک به قول معروف، و اینکه خدا کجاست، چی کار میکنه، یه توضیحات کوتاهی و تقریبا به صورت کلی و پراکنده دادم. چون جلسه اول هست، ما شروع کردیم که شما سوالاتتون رو بنویسید. در مورد بحث شیطان و انسان چیز جالبی بگم براتون. این اولین سوال اختصاصی که خودم جواب میدم. در اسلام میگن انسان و شیطان بینشون مشکل پیش آمد، همین انسان اشرف مخلوقات یا همون حضرت آدم و نسلش. شیطان تعظیم نکرد، سجده نکرد و جنگ افتاد بین شیطان و انسان. این به نظر من یه جوکه. عرض کردم روزی که اتفاق افتاد بین خداوند و شیطان رانده شد یا خودش رو روند از درگاه خدا و از اون
برکت و حضور خداوند، اصلا هنوز دنیای ماده آفریده نشده بود که کره زمین باشه، که آدم باشه که بعد بگه سجده کن. این مشکل بین خداوند بود و بین شیطان، و شیطان هم اول بد نبود، بعد بد شد. سوال اول، آیا شیطان به انسان سجده نکرد؟ خیر، اصلا انسانی نبود. شیطان در اثر غرور خودشو میخواست از خدا بالاتر بدونه. بعدن که انسانی آفریده شد، دنیای مادی و کره زمینی شد، آمد و با شیطان و با انسان هم دشمنی کرد. این شیطان چون با پدر انسان بد بود. پدر انسان که خداوند. پدر که میگی منظور بحث روحانیه، بحث فیزیکی نیست. و سوال دو، مگه فرشتگان هم میتونن سرکشی و طغیان کنن؟ بله. این خیلی از این چیزها رو اولین باره میشنوید. یکیش هم اینه، هر آنچه روح دارد، هر چیزی توی دنیا روح داره، اراده و اختیار آزاد داره. ما در دنیا 3 مدل روح داریم. منظور روح این روح ها نیستن که میان میترسونن او میان میخوردت. نه، روح منظور قسمت روحانی که هست ولی قابل دیدن در عالم فیزیک نیست. 3 موجود در جهانن که روح دارن. یکی خداست که اصلا اون هم روحه، هم روح داره، هم روح اصلا مادی نیست. 2 فرشتگانن که اونن با جنسی از روح دارن، نه روح خدایی، ولی از جنسی هن که روح قابل دیدن نیست ولی هستن. و 3 موجود انسانه که عجیب ترین خلقت خداست که هم روح داره، هم جسم، هم نفس داره. بدونید که انسان از 3 قسمت، روح، جسم یا فیزیک و نفس، که نفس شامل اراده، احساسات، عواطف، افکار و ذهن میشه. پس 3 موجود در جهانن که روح دارن. خداوند که خودش اصلا روحه، 2 فرشتگان یا همون ارواح، 3 انسان ها. پس این 3 روح دارن. خدا روح داره، پس اراده آزاد داره. فرشتگان روح دارن، چه فرشتگان خوب، چه اونایی که سقوط کردن و بد شدن، اونا هم روح دارن، پس اختیار آزاد دارن. 3 انسان روح دارن، اختیار آزاد دارن. شما همین الان اسلحه بردار بذار رو شقیقت شلیک کن، هیچ خدایی، هیچ کی جلوتو نمیگیره، چون اراده داری. شیطان هم اراده داشت، دقیقاً اسلحه رو برداشت گذاشت روی شقیقه خودش، دقیقاً با خداوند مخالفت کرد. پس فرشتگان هم اراده آزاد دارن، برخلاف آنچه به ما گفتند. و 2 بحث بین انسان و شیطان نبود، بحث بین شیطان و خدا بود و انسان درگیر این دعوای پدر شد با دشمن. فکر کن پدرت مشکل داره یا پدر بزرگت مشکل داشته با یه عده‌ای و پدر بزرگت از دنیا رفته، پدرت هم از دنیا رفته، ولی هنوز مشکل بین بچه‌های اون دشمن و شماها هست، ولی شروع کننده شما نبودید، اون بود، یا پدر بزرگ شما با اون پدر بزرگ اون شخص بوده. پس این هم یه قسمتی در مورد خلقت شیطان و بحثی که بین شیطان و انسان بوده. خب دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم گفتیم آنچه روح دارد اختیار دارد. خداوند روح هست، اختیار داره. فرشتگان هم از نوعی روحن، اختیار دارن. انسان هم که از 3 بوده یا 3 قسمت، فیزیک و نفس و روحه که اونم روح داره و اختیار داره. ما در آخر هر بحث یه سوال مطرح میکنیم تو کامنت ها، شما جوابش رو لطفاً بدید، نظرتون رو بگید. سوال من اینه که آیا موجودی مثل خداوند که جنسش 100% روحه، آیا میتونه به جسم ظاهر بشه؟ یعنی میخواد اصلا؟ باید بشه؟ نباید بشه؟ آیا این امکان داره؟ و آیا تا حالا این اتفاق افتاده که چون خدا روح هست آیا به جسم ظاهر شده میشه یا نه؟ لطفاً جواباتون رو کوتاه برای ما تو کامنت ها بنویسید و بهترین جواب ها رو ما در جلسه بعدی میگیم کی فرستاده و ازش تشکر میکنیم و به دوستان دیگه هم اعلام میکنیم که اطلاعاتشون بره بالا. امیدوارم هر جا هستید پر از آرامش، سلامتی باشید و کانال ما رو هم حمایت